تو کی هستی؟ وایسا. اینجا چی میخوای؟ چی کار داری؟ اومدم از شط آب بردارم. از فرات نمیشه، اجازه نمیدم. از اینجا برو. از که تا حالا نوشیدن آب فرات نیاز به اجازه تو داره ابن حجاج. با من بحث نکن. از سر راه کنار بریم. آیا فکر کردی که در راه خیر قدم در برمی‌داری؟ همه عیانه که چطور به ناحق بر جان و مال و ناموس به امت. خودت مطمئن نباش. من به شما چه بگویم؟ الله پیمان شکنی عادت دینی شماست. میخوایی چیکار کنی عمر؟ یعنی واقعا میخوای با اون بجنگی؟ شک نکن مرکی را بندازم که قطع شدن سرا و بریدن دستا پیش اون ساده ترین کارا باشه. این پیشنهادش چی؟ این که بذاریم برگرده؟ اینم نمیخوای قبول کنی؟ که دست منه ها، نمیفهمی؟ این دستور امیر ابن زیاده. لابد روز قیامتم همین بهانه رو میاری. اما مشکان خود برمیگردانید. آیا پسر معاویه را یاری میکنید و فرزند علی را؟ یا یه روز تمام همینجوری وایسین و گوش بدید امکان نداره از گفتار در مونده و عاجز بشه. درباره من یه چیزی بگید، دادقال کنید. این دو سید جوانان اهل بهشتند. چرا مثل مجسمه وایسادی؟ چی میگی حسین؟ شک نکن که هیچ کدوم از ما نمیدونیم از چی صحبت میکنی. اونجا که میگی لغلقی زبانی بیش نیست. پناه میبرم به خدا. آیا کسی را از شما کشتم که خون او را میخواهید؟ ای شمس، ای یزید ابن حارث، آیا به من نامه ننوشید که میوه ها رسیده و سر تا سر زمین ثبت شده؟ اگر بیایی سپاهی آراسته به فرمان توست. همون را بگید. شاید باشید که اولین تیر این نبرد رو من میندازم.